وقتی شما اقرار به توحید کردی و لا اله الا الله گفتی و به خاتمیت حضرت ختم مرتبت اقرار کردی، حداقل اسلام. اما این فقط ظاهره. حالا باید این لا اله الا الله معنیش و حقیقتش در شما تجسم پیدا کنه. این که گفتی یه لغلقه لسان بود، فقط زبان شما گردش کرد و خب گردش خوبی هم بود، همینم مبارک بود و همینم مدخل بود، اصلا مدخل وروده، اصلا باب باز شد، یعنی در برای شما باز شد. باز شدن در کافی نیست، حالا باید وارد بشی، وارد این دروازه بشی. حالا این دروازه راهش تا کجاست؟ تا بی نهایت. این راه رو تا بی نهایت حالا باید برید. گفتن لا اله الا الله گشوده شدن در توحید است. اما گشوده شدن در پیمودن راه هست. گشوده شدن در کجا و پیمودن راه تا پایان کجا؟ خیلی راه باید بریم. و سرانجام راه کجاست؟ معنی همین لا اله الا الله. حالا ببین بین لفظ تا معنی چقدر فاصله است. شرط اول اجرای احکام خاتم الانبیا، این دستور. اینا رو مو به موعد اجرا کن. ولی هنوز کافی نیست. خب حالا بازم این ظاهره، این در حد همون کلمه لا اله الا الله است، اجرای این دستورات. اما هر یک از این دستورات مثل خود کلمه لا اله الا الله است. همونطور که این کلمه گشودن در بود و راه تا بی نهایت است، هر یک از اعمال ظاهری دینی هم گشودن یه دره، یعنی یه دری برای شما باز میشه. این ظاهره و اونم همطور راهی است تا اعماق. نماز حرکاته و یه سکناته و یه اذکاره. شما از تکبیرة الاحرام تا سلام یه سلسله اذکاره، اخلاص و سوره حمد و رکوع و سجود و سکنات و آخرش هم اول و تکبیر آخر و تسلیم. این یه بابی به شما گشوده میشه ولی یه معنی داره. این که شما رکوع و سجود کنید این در ظاهر خوبه، شما مکلف بود تکلیفت عمل شد. اما این چه اثری در شما گذاشت و چه معنی داشت و شما با کی صحبت کردی و این کاری کردی برای چی؟ به این معانیش باید برسی. البته اینو معرفت میخواد. رسیدن یعنی با معرفت. یعنی وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، وقتی میگه قل هو الله احد، بدون احد یعنی چه؟ احد بیش از واحده. تازه خود واحده باید بدونه یعنی چه. حالا فهمیدن اینا با سلوکه. این سلوک هم در عمله هم در علمه. در عرفان عمل مقدمه علمه، در زندگی علم مقدمه عمله. شما فیزیک میخونی که به کره مریخ بری، شیمی میخونی که ترکیبات شیمیایی انجام عمل کنی. ولی در طریقت و در شریعت نماز میخونی، عمل میکنی که چیکار کنی؟ که نماز خونده باشی، که معرفت پیدا کنی. در سلوک، در طریقت عمل مقدمه معرفته، ولی در زندگی معرفت مقدمه عمله. من فلان علم میخونم برای اینکه اجرا کنم، مهندس میشم برای اینکه کارخونه رو اداره کنم. اما در عبادت، در شریعت عمل میکنی که معرفت پیدا کنی. به همین جهت بسیاری از همه مفسران تقریبا الا مستثنی و همه عرفا این آیه شریفه رو اینطور تفسیر کردن: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند فرموده من نیافریدم انسانها رو مگر اینکه عبادت کنن. همه مفسرین از ابن عباس تا حالا اکثرا البته مگر استثناء گفتن لیعبدون یعنی لیعرفون. من انسان رو آفریدم تا بشناسد. کیو بشناسد؟ مرا که خداوند. پس لیعبدون یعنی لیعرفون.